سلام كمسك الختام. به نام خداوند بخشنده و مهربان. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس امروزه ما حرف ب می باشد. برای یافتن مخرج حرف ب پیش از این حرف الف و فتحه می گذاریم. اب. چنانه که به ما معلوم گشت مخرج حرف ب این میان لبها می باشد. وقتی که لبها به یکدیگر می رسند از آنجا حرف ب می براید. اب. حرف ب با فتحه چنین خوانده می شود. ب. با کسره چنین. بی. با ضمه چنین. بو. لبها به پیش می برایند. بو. حرف ب حرفی چهار شکله بوده پیش از خودش و بعد از خودش به حرف دیگر پیوست می شود. حرف ب در اول چنین نوشته می شود: از طرف راست به طرف چپ، در زیرش یک نقطه و به حرف بعد از خود پیوست می شود. حرف ب در بین چنین نوشته می شود: از طرف راست به طرف چپ، در زیرش یک نقطه، به حرف پیش از خود و بعد از خود پیوست می شود. حرف ب در آخر چنین نوشته می شود. ببینید از خط پایان نمی فراید و مثل حرف ت. و حرف ب در علاهیدگی چنین نوشته می شود. اکنون بیایید پیش از مثال ها را خواندن یک قاعده حرف ب را با شما بگوییم. اگر حرف ب با سکون آید حرف قلقله است، یعنی صدا می دهد. مثال اب. لبها را تیز می کشایم تا صدا بدهد. اب. ایب. اوب. اگر قلقله نکنیم، مثال اب، ایب، اوب گویم، این خطا است. اکنون بیایید با هم مثال ها را می خوانیم. الف با فتحه، ب با سکون. اب. ب با کسره، نون با سکون، ت با ضمه. بین تو. الف با کسره، ب با سکون، نون با ضمه. ایب نو. ب با فتحه، ی با سکون، ت با ضمه. بیتو. مثال دیگر: ب با فتحه، ی با سکون، نون با ضمه. بینو. مثال دیگر: را با فتحه، ی با سکون، ب با ضمه. رایبو. را غفظ خوانده می شود به سبب فتحه. رایبو. مثال دیگر: ب با فتحه، ی با سکون، را با فتحه، میم با سکون. بیرام. مثال دیگر: الف با فتحه، ب با سکون، را با فتحه، میم با سکون. ابرام. مثال دیگر: ب با کسره، الف با فتحه، میم با سکون، را با فتحه، ی با سکون، نون با کسره. بامرین. ب با کسره، ب با فتحه، ی با سکون، ت با فتحه، ی با سکون، نون با کسره. بیبیتین. مثال دیگر: میم با کسره، نون با سکون، ب با فتحه، را با فتحه، ی با سکون، نون با کسره. منبرین. مثال آخر: ز با فتحه، ی با سکون، نون با فتحه، ب با فتحه، ی با سکون، نون با کسره. زینبین. این بود پایان درس امروزه. وظیفه خانگی: قاعده، شکل‌ها و مثال‌های حرف ب را در دفتر کاری خود بنویسید. فراموش نکنید که تنها گوش دادن این 4-5 دقیقه درس
به شما کافی نیست. شما باید خود آموزی کنید. این درس ها به مثل آنند که کسی به شما راه را نشان داد و اگر خودی شما حرکت نکنید در این راه به مقصد نمی رسید. پس سعی و کوشش را فراموش نکنید تا که با آسانی الفبا را آموخته به قرآن خوانی شروع کنید. و در زیر این نوار سروغه این کتاب را می گذاریم. در آمده از پلی مارکت فراورده درس را باری دیگر تکرار بکنید. به نهایت برنامه خوب است. منتظر درس های آینده باشید و دعا را در حق ما فراموش نکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.